خب آقای محسن افکاری عزیز و اولین گزارشتون از جاده. حمید حیدری که یکی از خواننده‌های خوب و هنرمندان مطرح استان و کشورمون هست، الان در کنارش هستم. من البته قصد سفر هم داره، اجازه بفرمایید من باهاش همکلام بشم. حمید آقا سلام، شبت بخیر. به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمت هستم. خیلی ممنون. حمید جان اهل سفر هستی دیگه نه؟ قطعا، مثلا زندگی بدون سفر نمیشه. الان هم که قرار هست برای یه کاری انشالله، برای کار هنری انشالله یه اجرایی هست توی زاوه، اونجا واسه ورزشکاره زاوه مراسمی رو گرفتن. فردا انشالله به اصطلاح پیاده روی خانوادگی داره. بله پیاده روی خانوادگی هستش که انشالله فردا براشون یه اجرایی خواهیم داشت. خب خودت هم راننده هستی تو سفر؟ خودم نه دیگه، چون واقعا خستگی اجازه نمیده. یکی از دوستان قراره بیاد و انشالله. نه کلا میخوام بگم شده که مثلا خودت آره شهر خانومم میرم. شهر خانم تو هر هفته هم میرم. کجا؟ قوچان. نه با خانومت میری دیگه نه؟ با خانم. نه ایشون هم راننده‌ان؟ نه ایشون گواهینامه دارن ولی خب میترسه تو جاده. ذره میترسه. آره چه ضمن که اصلا شما تا هستی دیگه اجازه نمیده ایشون بشینه، یعنی خسته بشه. دیگه تقریبا اینجوریه دیگه. آره دیگه تقریبا آره. خب حمید جان من میدونم که یه کار قشنگ رو اجرا کردی در مورد سفر. یه بخشیشو الان برامون میخونی؟ سفر پا گذاشتن رو دلتنگیاست، سفر کار ما نیست حکم دل زائراتو کجا میبری که برگشتن از شهر تو مشکله. داری کلا به حمید حیدری طبق معمول قشنگ. ببین حمید جان اون کار شهر به لهجه مشهدی خوندی، یه بخشش اجرا کن. اصلا میخوای کار یه بخشش اجرا اصلا کل آلبوم؟ نه همون بخش اولش اجرا. شهر ما شهر مشهد، شهر حریم حرمه، هرچی در شأن و مقامش بنویس و مکمه. شهر آقای غریب الغربا، شهر امام که مخن مردم عالم که بشن اور غلام. شهر فردوسی توسی که خدای سخنه، حماست ساز جهان یک کس وار وطنه. احسن ممنونم حمید جان، شبت بخیر. خدا نگهدار.